با درودی دیگر باره از دفتر مرکزی رادیو زودی که قرارگاه در پراگ جمهوری چک و شالوگ خوجه هستم، چون همیشه در همین وقت در روبروی شما و با سپاس و یکایک شما که این لحظه ها ما رو تماشا دارید در آزادی ویدیو، کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب. خب حالا ساعت 10 است در پراگ و در روسیه ساعت 12 و در دوشنبه باشد همین حالا ساعت 2 است و بعد از 3 ساعت دیگر برنامه خبری رادیو زودی رو پیشنهاد شما میکنیم که 15 دقیقه دوام میکند و فراگیری تحولات تاجیکستان و جهان است و فکر میکنم که چون همیشه در پخش مستقیم برنامه ما رو شما حتما همراهی خواهید کرد. دادگاه شهر دوشنبه به قضیه یک معلم زبان انگلیسی و شاگردان او که به افراطگرایی متهم بشوند نقطه گذاشت. بعد چند ماه تفتیش محکمه 10 نفر امروز حکم خود را گرفتند. تفصیلات را البته درباره مهلت حکم در برنامه خبری برایتان خواهیم گفت، اما به نقل همکاران ما که از نزد دادگاه شهر دوشنبه اومدند، پیوندان محکوم شده ها از حکم دادگاه راضی نیستند و آن را بی‌رحمانه میدانند. این هم در حالی است که خود عیبدار شونده ها در جریان بازپرسی و هم محکمه دادگاهی گناهکار بودنشان را اعتراف کردند. باید بگم که 4 شاگرد نورس معلم زبان انگلیسی را تابستان امسال در راه به سوی افغانستان بازداشت کردند. مقامات میگویند این نفران قصد داشتند که به گروه تندروی دولت اسلامی بپیوندند. افراطگرایی در تاجیکستان از مشکل‌های عمده میباشد که طی 5 سال اخیر دولت به آن مبارزه به امان میبرد. در این مدت 10 نفر با این جرم پشت پنجره رفتند. موضوع افراطگرایی برای تاجیکستان پس از آن داغ شد که بیش از 1000 شهروند کشور به صف گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی پیوستند. حمله به سیاحان در ماه ایول در جنوب تاجیکستان دوباره مسئله گرایش جوانان به افراطگرایی را در جامعه داغ کرد. تا به کار انداختن چرخه اول نیروگاه برقی آبی راغون همگی یک روز دیگر باقی مانده است. فردا با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان و نمایندگان کشورهای همسایه و دیپلمات‌های خارجی مراسم فعال کردن چرخه صورت میگیرد. همکاران ما که به‌واسطه با جریان تیاری از نزدیک آشنا شدند میگویند چرخه اول کاملا آماده است و لکه از رجه آزمایشی گذشته است. مهندس نیروگاه برقی آبی راغون هم گفته است که حجم آبی ذخیره شده در آب انبار نیروگاه کافی است. اگر در برنامه امروز خبری ما را همراهی کنید، امکان خواهید داشت که از اولین ها شده آخرین ساعت های فرا رسیدن حادثه تاریخی را ببینید. حلقه فعالیت مهاجران تنگتر می شود یا چگونه رئیس ولایت چیلیابینسک با فرمان خود مهاجران را از حق تاکسیرانی و مسافرکشانی محروم می کند. حامیان حقوق مهاجران در روسیه این قرارات تبعیض‌آمیز نامیده، میگویند که آن مخالف با قانون‌های روسیه است. خود مهاجران هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند با عملی شدن محدودیت نو کار و فعالیت آنها به مراتب مشکل می شود. در واقع این از یگانه تشبس‌های مقامات روسیه نیست که در سال آینده در این کشور مهاجرپذیر وضع شهروندان تاجیکستان را سخت‌تر می کند. از جمله در برخی از مناطق این کشور ارزش پتنت را هم بالا می برند. در این باره در برنامه خبری صحبت مفصل داریم و توصیه می دهم که در برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر ما را حتما همراهی کنید. بانک آسیایی رشد برای دوباره وصل کردن خطای برق تاجیکستان و ازبکستان و همین گونه به حلقه یگانه انرژتیکی آسیای میانه 35 میلیون دلار کمک به بازگشت میدهد. در بیانیه این بانک آمده است مبلغ مذکور به تاجیکستان داده می شود و گفته می شود این طرح به تاجیکستان امکان میدهد برق اضافی را در موسم تابستان به ازبکستان صادر کرده استفاده ثمره بخش ظرفیت‌های انرژتیکی را تامین کند. خرج عمومی تر 40 میلیون دلار است و جنوب تاجیکستان برای آن از حساب خود 5 میلیون دلار جدا میکند. باید گفت که اجرای تر سال 2022 به پایان میرسد. در برنامه امروز همچنین از کشوده شدن یک گوشه امریکایی در ولایت سوخت خواهیم گفت که با مساعدت البته حکومت امریکا باز شده است و در این باره ما برایتان گزارش خواهیم داد و اگر فرصت شد نظر مردم را نیز در رابطه با بالا رفتن انداز از ارزش علاوه شده در بخش‌های خوراک عمومی، مکتب‌های خصوصی و شرکت‌های ساختمان را پیشنهاد شما می‌کنیم. خب فراموش نکنید بعد از 3 ساعت دیگر در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب همه شما را انتظار هستیم و www.azadi.org وبسایت رادیو آزادی است که در آنجا شما میتونید برنامه ما را مستقیما ببینید.